نسیم شمال، سید اشرف‌الدین گیلانی. مقدمه از استاد فقید سعید نفیسی. از میان مردم بیرون آمدن، با مردم زیست، در میان مردم فرو رفت و شاید هنوز در میان مردم باشد. این مرد نه وزیر شد، نه وکیل شد، نه رئیس اداره شد، نه پولی به هم زد، نه خانه ساخت، نه ملک خرید، نه مالی کسی را با خود برد، نه خون کسی را به گردن گرفت. شاید روز ولادت او را کسی جشن نگرفت و من شاهدم که در مرگ او ختم هم نگذاشتند. ساده تر و بی ادعاتر و کم آزارتر و صاحب دلتر و پاک دامنتر از او کسی ندیدم. مردی بود به تمام معنی مرد، مؤدب، فروتن افتاده، مهربان، خوشروی و خوشخوی، دوستباز، صمیمی، کریم، بخشنده، نیکوکار، بی‌اعتنا به مال دنیا و به صاحبان جاه و جلال. گدای راهنشین را بر مالدار کاخنشین همیشه ترجیح داد. آنچه کرد و گفت برای همین مردم خرده پای بیکس بود. روزی که با وی آشنای نزدیک شدم، مردی بود 50 و چند ساله، با اندامی متوسط، 4 شانه، اندکی فربه شکم، سینه‌ای برجسته داشت، صورت گرد، ابروهای در هم کشیده، چشمان درشت، پیشانی بلند، لبهای پرگوش، ریش و سیبیل جوگندمی، دستار کوچک سیاهی بر سر می‌گذاشت. قبای بلند می‌پوشید، در وسط آن شالی به کمر می‌بست که برجستگی شکمش از زیر آن پیدا بود. لباس‌های بسیار ساده می‌پوشید، بیشتر لباس نازک در بر می‌کرد و تنها در سرمای سخت عبای کلفتر بر روی آن می‌انداخت. یک دست لباس متوسط را سالها می‌پوشید، بیشتر گیوه بر پا می‌کرد. هنگامی که با ما می‌نشست، دست‌های پرگوشت و انگشتان کوتاه و درشت خود را روی شکم می‌گذاشت. هرگز به قهقهه و به بانگ بلند نمی‌خندید، لبخند از لبان او جدا نمی‌شد. بسیار آهسته حرف می‌زد، چنانکه از چند قدمی بانگش شنیده نمی‌شد. من بارها در اوقات مختلف شبانه روز در حالات مختلف در غم و شادی او را دیدم و هرگز وی را تندخوی و مردم آزار ندیدم. با خوشرویی و مهربانی عجیب با همه کس روبرو می‌شد، با آنکه بضاعت او بسیار کم بود. همیشه در 2 جیب بلند گشاده‌ای که در 2 سوی قبای خود داشت، مقدار زیادی پول سیاه آماده بود. به هر گدای راهنشینی که می‌رسید دست در جیب خود می‌کرد و نشمرده هر چه به دستش میاد از آن پول سیاه در مشت می‌ریخت. اشعار خود را با صدای بسیار مردانه بم، با حجب و حیا عجیبی برای ما می‌خوانده و در هر مصرعی خنده‌ای می‌کرد و گاهی هنوز نخوانده خنده را سر می‌داد. هر روز و هر شب شعر می‌گفت. اشعار هر هفته را چاپ می‌کرد و به دست مردم می‌داد. نزدیک 20 سال هر هفته روزنامه نسیم شمال او در مطبعه کلیمیان که یکی از کوچکترین چاپخانه‌های آن روز تهران در خیابان جواخانه‌ای آن روز و دنباله خیابان بوزهری جمهوری امروز نزدیک سبز میدان در 4 صفحه کوچک به قطع کاغذهای 1 ورقی امروز چاپ شده و به دست مردم داده میشد. هنگامی که روزنامه فروشان دورگر فریاد را سر میدادند و روزنامه او را اعلان میکردند، راستی مردم هجوم میآوردند. زن و مرد، پیر و جوان، کودک و برنا، باسواد و بیسواد این روزنامه را دست به دست میگرداندند. در قهوه‌خانه‌ها، در سر گذرها، در جاهایی که مردم گرمی آمدند، باسوادها برای بیسوادها میخواندند و مردم دور هم حلقه میزدند و روی خاک مینشستند و گوش میدادند. این روزنامه نه چشم پرکن بود، نه خوشچاپ. مدیر آن وکیل و سناتور وزیر سابق نبود. پس مردم چرا آنقدر آن را میپسندیدند؟ از خود مردم بپرسید. نام این روزنامه به اندازه‌ای بر سر زبانها بود که سید اشرف‌الدین قزوینی مدیر آن را مردم به نام نسیم شمال میشناختند.
و همه او را آقای نسیم شمال صدا می‌کردند. روزی که موقع انتشار آن می‌رسید دست کودکان 10-12 که موضعان او بودند در همان چاپخانه گرد می آمدند و هر کدام دسته بزرگ از او می گرفتند و زیر بغل می گذاشتند. این کودکان راستی مغرور بودند که فروشنده نسیم شمالند.